عسل ماده‌ای است شیرین و چسبناک که از گذشته‌های دور تا کنون طرفداران بسیاری داشته و افراد زیادی به دلیل طعم شیرین و دلنشین آن عسل مصرف می کنند. اما عسل فقط طعم خوشمزه ندارد. عسل خواص بسیاری برای سلامتی دارد که افراد زیادی با علم به این موضوع عسل مصرف می کنند تا از خواص عسل طبیعی بهره مند شود. در این بین افراد هم هستند که از معجزه این ماده شیرین و خوش‌طعم بیخبر هستند. سلام به شما همراهان عزیز. در این ویدیو درباره خواص عسل طبیعی برای سلامتی صحبت خواهم کرد. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اما جهت حمایت از ما لایک و سابسکرایب کانال دانستنی های طبی را فراموش نکنید. خواص ضد باکتریایی. عسل خاصیت جلوگیری از تکثیر و رشد باکتری ها و کمک به نابودی آنها را دارد و همچنان عسل دارای خواص ضد التهابی و کمک به کاهش علائم آلرژی است. خواص تغذیه‌ای. سهولت جذب بهتر و مقاومت در برابر کوفتگی ها و کمک به هضم راحت‌تر غذا از جمله خواص مهم عسل است. تقویت حافظه. خواص عسل در طب سنتی برای تقویت حافظه به دلیل حضور آنتی اکسیدانت ها جهت تغذیه سلول های مغز بسیار مهم است. خواص عسل طبیعی برای معده. فواید عسل برای معده به عنوان یک داروی بازگشت اسید معده به میری و تسکین دهنده رفلاکس اسید معده و سوزش معده بسیار زیاد است. تسکین و درمان خراش ها و سوختگی ها. عسل به دلیل ماهیت آنتی بیوتیکی باعث تسکین و درمان زخم ها و سوختگی ها می شود. درمان ناراحتی های چشم. خاصیت عسل در مداوا و تسکین آب مروارید چشم و ناراحتی های مختلف قرنیه چشم بسیار زیاد است. خواص عسل طبیعی برای مردان. عسل به تقویت قوای جنسی مردان و زنان به دلیل کمک به تولید تستوسترون بیشتر در مردان و استروژن در زنان کمک می کند. خواص عسل برای زنان. درمان عفونت‌های قارچی در زنان به دلیل حضور فلانوئیدها در عسل از فواید عسل است. خواص عسل و دارچین. خواص درمانی عسل برای پوست صورت در ترکیب با دارچین و کمک به درمان آکنه و جوش صورت و شاداب کردن پوست صورت بسیار زیاد است. عسل را می توان به روش‌های زیر مصرف کرد. هنگام گلودرد یا سرفه عسل را به یک نوشیدنی گرم اضافه کنید، بعداً میل کنید. با شروع علائم سرماخوردگی عسل مصرف کنید. قبل از خواب عسل مصرف کنید. در شروع روز و برای صبحانه عسل میل کنید. برای درمان آکنه از فواید عسل و دارچین استفاده کنید و آن را روی آکنه بمالید. مصرف عسل مضرات هم دارد. اول اینکه به کودکان زیر 2 سال نباید عسل داده شود، زیرا می تواند منجر به بوتولیسم نوزاد شود. آلرژی. ممکن است در مصرف زیاد عسل واکنش‌های مانند خارش و التهاب رخ دهد. عوارض دیابت. بیماران دیابتی نباید زیاد عسل مصرف کنند، زیرا مصرف عسل با تغییرات کلسترول و تریگلیسیرید و قند خون همراه است و می تواند باعث افزایش قند خون شود. جهان سپاس که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.